QNED 85B اولین تلویزیون گیمینگ 2026 برند LG، تلویزیونی که روی کاغذ همه چیز داره، جایگزین QNED 86A قراره بشه به عنوان خوش قیمت ترین گیمینگ 2026 این برند. بریم که داشته باشیم یه آنباکس ازش انجام بدیم و این معرفی کوتاه از چند تا ویژگیش رو با هم ببینیم. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به افرالند، خانه محصولات هوشمند. من کامیارم و قرار توی این ویدیو به این تلویزیون بپردازیم. ما توی کانال‌های افرالند، چه در یوتیوب چه در آپارات، کلا راجع به لوازم خانگی و سوی تصویری‌ها صحبت می‌کنیم با تمرکز روی تلویزیون‌ها و ویدیوهایی مثل این ویدیو براتون می‌سازیم که توی ایران هنوز این تلویزیون کامل وارد نشده و اولین جایی هستش که دارین یه ویدیو آنباکس ازش مشاهده می‌کنیم با مشخصاتی که خدمتتون قراره عرض بکنم. ویدیو بررسیش هم به زودی آپلود میشه، پس کانال ما رو داشته باشین. قطعاً یکی از این ویدیو براتون کاربردی خواهد بود برای استفاده، نگهداری و خریداری این محصولات. میگم در آینده نزدیک هم این بررسیش رو براتون قرار میدیم، پس زنگوله رو فعال کنین که از ویدیوهای جدیدمون هم مطلع و باخبر بشید. بگذریم یه سری از مشخصات کلی دستگاه رو خدمتتون عرض میخوام بکنم همراه با صنایع از آنباکس. این تلویزیون در سال 2026 به عنوان خوش قیمت ترین گیمینگ 2026 برند LG تولید و روانه بازار شده. سایزهایی که ازش تولید شده 55 65 75 86 و 100 اینچ. اینجا ما 75 اینچش رو داریم و مونتاژ مصرش هم هستش. احتمالاً در آینده مونتاژ اندونزیش هم وارد بشه و احتمالاً QNED 86B رو هم در بازار ایران ببینیم که هم مونتاژ اندونزی از این تلویزیون که اگر وارد بشه، هم QNED 86B در هر مونتاژی که وارد بخواد بشه، احتمالاً از لحاظ تکنولوژی، تصویر، مشخصات و ویژگی هایی که دارن تفاوتی اصلا با این تلویزیون نخواهند داشت. به هیچ عنوان تفاوتی مخصوصا مونتاژ اندونزیش نخواهد داشت با این تلویزیون. و QNED 86B برای مثال دارم میگم، فقط ممکنه طراحیش که پای وسط باشه متفاوت شه و بقیه چیزاش کاملا قراره یکسان باشه با این تلویزیون. و اگر دیدید مثلا مونتاژ اندونزی همین تلویزیون وارد شد قیمتش یه مقدار بالاتر بود، دلیلش خیلی واضحه. اندونزی هم دورتر از ایران به نسبت مصر و هزینه ارسال تلویزیون بیشتره، هم تقاضای بازار برای تلویزیون‌های اندونزی به خاطر باورهای غلطی که دارن فکر کنن مونتاژ اندونزی بهتر هستش بیشتره و خب این اتفاق افتاده که قیمتش رفته بالاتر. کاری به این موضوع هم نداریم. این تلویزیون 4K 144 هرتزه که به گفته برندش یک بکلایت مینی LED داره که اج مینی LED هستش و این بکلایت در پایین لبه پایینی وجود داره برای تولید روشنایی تو این قسمت و توی این سایز 12 تا نقطه نوری به ما میده. طبق تجربه‌ای که ما از برند LG داریم توی سال 2025 احتمالاً در سایزهای 65 و 55 6 نقطه نوری، در این سایز 86 اینچش 12 نقطه نوری و در سایز 100 اینچ احتمالاً به فول ارای مینی LED تقویت میشه و تا 100 نقطه نوری احتمالاً بره بالا. اون هولوش یه عدد اینطوری بهمون بده، مناسب استفاده خانگی، روزمره، تماشای فیلم و سریال به صورت نیمه حرفه‌ای و گیمینگ با کنسول‌های نسل 9 و PC و لپتاپ‌های گیمینگ هم هستش. این تلویزیون مدل 4K 144 هرتز بودن، تکنولوژی گیمینگ کامل و 4 تا HDMI 2.1 که داره. اما جایگاهش در میان تلویزیون‌های برند LG در سال 2026 به چه صورت هستش؟ میشه گفت نه بالا رده و پرچم داره، نه پایین رده هستش و نه حتی میان رده خالی. یه میان رده بالاتر از میان رده ها قرار میگیره. توی انگلیسی بهش میگن upper mid range و این تلویزیون یک لول بالاتر از QNED 82B و یک لول پایینتر از QNED 90B قرار میگیره که اون دیگه تبدیل میشه به فول ارای مینی LED که اینا اج مینی LED 20 لوکال دیمینگ هستن. از این موضوع هم که بگذاریم، رنج قیمتی تلویزیون در حال حاضر توی بازار ایران در این سایز 75 اینچ یک چیزی حدود 1400 دلار هستش که احتمالاً یه مقدار حباب داشته باشه. در آینده این حباب بشکنه، یه مقدار قیمتش بیاد پایینتر و مناسبتر بشه. من به تومان نمیتونم عرض کنم چون نوسان قیمت خیلی زیاد هستش و از اون طرف طبق چیزی که من ازش دیدم در بازارهای جهانی در سایز 65 اینچ هم حدود 800 خورده دلار قیمت این تلویزیون هستش که البته اونم 65 هنوز وارد نشده و اگر بیاد احتمالاً اونم حباب داشته باشه. قیمت روزشون به تومان توی وبسایت ما همیشه خواهد بود، لینکش توی دیسکریپشن، کلیک کنید میتونید توی وبسایت توی سایزهای مختلف قیمت روزش رو به تومان خدمتتون اعلام کردیم. بریم راجع به وسایل همراه تلویزیون صحبت بکنیم. دو تا پایه هشتی شکل وجود داره که بخشش از پلاستیکه، بخشش از فلز ساخته شده.
همراه این تلویزیون 4 تا پیچ هم وجود داره. هر کدوم از این پایه ها با 2 عدد پیچ متصل میشن به پشت بدنه تلویزیون. در 2 حالت هم در این سایز متصل میشن که احتمالاً توی سایزهای 50 50 65 اینچ فقط توی یک حالت متصل بشن. شاید هم 2 حالت باشه. دقیق مطمئن نیستم، باید اون سایزها هم بیان ببینیم چطوری خواهند بود. و در سایزهای 75 تا 86 اینچ به قطع در 2 حالته. سایز 100 اینچ هم چون سایز خیلی بزرگه هنوز کامل مشخص نیست، باید اونم وارد بشه ببینیم چطوری پایه‌هاش قراره متصل بشن. نحوه اتصالشون هم خیلی ساده و راحته. همراه تلویزیون دفترچه راهنما وجود داره، چند تا گیره برای مدیریت کابل بیشتر و ریموت کنترل MR26 که همون نسخه جدیدتر MR25 تفاوت طراحی خاصی نداره، احتمالاً باهاش آشنا باشید. همون قابلیت‌های موسی و خوش دست بودن و کیفیت ساخت بالا رو داره، اون حس جذابی که دست گرفتنش به ما القا میکنه. از لحاظ تصویری که راجع به بکلایتش صحبت کردیم، این تلویزیون راه اندازیش رو البته ببینیم در هنگام راه اندازیش سری نکات دیگه بهتون میگم. راه اندازیش خیلی تفاوت خاصی با تلویزیون‌های 2025 برند LG نداشته. توی چند تا مورد انیمیشنش نباشه. یکی ازتون میپرسه که روی دیوار نصبش می‌کنید یا روی پایه، برای حتی اینکه بتونید بهتر محیط شما رو بسنجه و نمایش رنگی جذاب‌تر و نمایش تصویر جذاب‌تری داشته باشه. و یکی دو تا گزینه کم و زیاد شده که خیلی اونچنان لازم نیست بهشون بپردازیم مگر اینکه توی ویدیوی بررسی راجع بهشون صحبت بکنیم. و پنل این تلویزیون هم مثل نسل قبلی خودش از نوع VA هستش. البته در سایز 55 ممکنه باز به IPS ADS ها سویش بکنه، ولی خب ظاهرا برند LG جدیداً در تلویزیون‌های QNED خودش برای کنتراست رنگی مشکی بیشتر داره از این نوع پنل استفاده میکنه. پنلی که به نسبت IPS ADS ها کنتراست رنگی مشکی بهتری داره، اما زاویه دیدش محدودتره. ولی جالب بدونید توی این تلویزیون زاویه دید واقعا زیاده که احتمالاً داره از یه لایه زاویه دید هم استفاده میکنه. پردازنده تلویزیون هم آلفا 8 نسل سومه که نسل جدید آلفا 8 و بسیار قوی‌تر ظاهرا شده، تا 5 برابر واحد NPU یا هوش مصنوعی تلویزیون سریعتر شده، 20% GPU قوی‌تر شده و 10% هم واحد CPU عملکردش بهتر شده. سقف نمایش تلویزیون هم کوانتوم دات نانوسل، هم تکنولوژی ایو رو داره، هم هوش مصنوعی های متنوع و متفاوت، هم داینامیک QNED کالر که در سال 2025 به ما نشونش دادن. و همه اینها باعث شده که بتونه استاندارد لابراتوار اینترتک رو مثل نسل‌های قبلی خودش دریافت کنه که تا 100% فضای رنگی DCI-P رو میتونه به ما نشون بده که اصلی ترین فضای رنگی سینماهای HDR این روزا هستش و از لحاظ نمایش رنگی واقعا فوق العاده است. اینو بهتون میگم، از لحاظ تصویر خیلی قشنگه این تلویزیون، خیلی جذابه و واقعا من رو متحول کرد، من رو وارد یک لیگ دیگه کرد. یک بار دیگه به LG ایمان آوردم و فهمیدم که امسال اومده قشنگ درو بکنه بازار و بازار مال خودش بکنه. واقعا تصویر شایسته و برازنده‌ای داره. از تصویرش بگذریم. صدا، سیستم صوتی 2 کاناله 20 وات جان فایرینگ که توی سایزهای 55 تا 86 اینچ تقریبا موثق این عدده و در سایز 100 اینچ هنوز مشخص نیست که قراره همین 2 کاناله 20 وات باشه یا بیشتر بشه. امیدوارم بیشتر بشه. سیستم عامل تلویزیون WebOS نسخه 26 که تقریبا همون امکانات پارسال رو بهمون یه چند تا چیز بهش اضافه شده، توی ویدیو بررسی بهش میپردازیم. کار کردن باش خیلی راحته هنوز و اینکه تا 5 سال هم قراره آپدیت دریافت بکنه. از طراحی هم تلویزیون یه تلویزیون صفحه تخت پایه 2 طرفه با حاشیه نمایشگرها و قاب دور فریم، میشه گفت نچندان کم این و نچندان زیاد. تمرکز شما رو به هم نمیزنه و تمرکز شما روی مرکز تصویر خواهد موند. که ضخامت تلویزیون هم با توجه به اینکه هم ابعاد بزرگی داره، هم توی رنج‌های خیلی بالا رده هم نیست، کمه، اونقدر زیاد نیستش و جزء محدود یا شاید اولین تلویزیونی باشه که مونتاژ متر از برند LG و پشتش فلزیه. یک دست هم کار شده، ورقه فلزی که ویسا هم دیده میشه در قسمت پشتی برای نصب روی دیوار و پورت و ارتباطات به صورت ال شکل برای شما تعبیه شدن. طراحی ساده‌ای داره و کیفیت ساخت فوق‌العاده عالی. پورت و ارتباطات تلویزیون هم 4 تا HDMI 2.1 که فول باند که برای دریافت سیگنال‌های 4K 144 هرتز و 4K 120 هرتز کاملا آمادن. یکیشون هم به ERC کانال برگشت صدا مجهزه. خروجی اپتیکال داریم، گیرنده شبکه‌های داخلی، گیرنده شبکه‌های ماهواره، USB، وای فای وایرلس و بلوتوث رو هم در این تلویزیون مشاهده می‌کنیم که از لحاظ پورت و ارتباطات همون چیزایی که همیشه از برند LG توی این رنج تلویزیوناش داشتیم می‌دیدیم و کاملا هم تکمیله و دیگه نیازی به پورت و ارتباط اضافه دیگری هم نداریم. نظرتون چیه راجع به این تلویزیون؟ توی کامنت حتما برای من بنویسید. سوالی، انتقادی، پیشنهادی، نظری، هر چیز دیگه‌ای هم اگر وجود داره چه راجع به این تلویزیون
چه راجع به ویدیویی که براتون ساختیم حتما توی کامنت ها بنویسید. نقطه نظر شما همیشه برای ما مهمه. اگر دوست داشتین ویدیو براتون کاربردی بوده لایکش کنید. جهت ثبت سفارشش یه لینک توی دیسکریپشن گفتم مربوط به وبسایت اصلی فروشگاه اینترنتی ما هستش. کلیک کنید وارد سایت اصلی میشید. اونجا قیمت روزش وجود داره. با مشاورین ما تماس بگیرید، مشاورگان دریافت کنید، محصول رو با پرداخت در به منزل ضمانت اصالت مدام اون رو به قیمت ایران تهیه بکنید. گارانتی معتبر شکری هم برای همه محصولات ما وجود داره که 1 سال نیم گارانتی، 5 سال خدمات پس از روز، 1 ماه مهلت استفاده، گارانتی پنل، نوسان برق، نصب رایگان روی پایه‌های خود تلویزیون و یک عملکرد شبیه بیمه هم داره که از مشاورین ما بپرسید بهتون توضیح خواهند داد. خدماتشون که بی‌نظیره. مورد تضمین مجموعه خودمونشون باشون قرارداد رسمی داریم، تضمینات مختلف باهاشون داریم و چندین سال داره ما فعالیت میکنه که همیشه هم شایسته بوده فعالیتشون، شایسته شما. تشکر میکنیم از شرکت همرو 24 همینجا و همه جای ایران هم نماینده دارن. قیمتشون هم منصفانه است دیگه. چی میخواین بیشتر از این؟ دوستان داریم. خدا نگهدار.